بسم الله الرحمن الرحیم. دولتی جاوید خواهی، خیز و شب را زنده دار. خفته نابینا بود، دولت به بیداران رسد. بنده خوبی خدا، برادر و خواهر عزیز، دل مومن در وقتی نزول بلا از چون و چرای و از هر نمود بهانه ها دور است، بلکه در برابر تمام مقدرات تسلیم محض می باشد. یعنی بر مقدرات راضی بودن بنده مؤمن این نشانه ایمانداری اش است. و همچنین برادران باید فراموش نکنیم که ما در این دهه مبارک قرار داریم. باید این دهه مبارک رو در راه خدا بیدار و هوشیار باشیم، از خدا غافل نباشیم. این هوشیاری را الان که زنده هستیم در این زمان حیات باید به دست بیاوریم، قبل از آن که این فرصت ها از دست برود و موجب پشیمانی ما شود. باید به دست بیاوریم، آنگاه پشیمانی هیچ نفعی نخواهد آورد. این روزها را باید غنیمت دانست برادران و دلهای خود را باید اصلاح کنیم. چرا؟ هرگاه دل صلاح پذیرفت، دل که پاک شد، تمام احوال ما و شما به صلاح خواهد آمد، به درستی خواهد آمد. از این جهت است که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که فی ابن آدم مضغة اذا صلحت صلح لها سائر جسده و اذا فسدت فسد لها سائر جسده الا وهي القلب. رسول بزرگوار اسلام می‌فرماید که در وجود انسانیت یک گوشواره هست که هرگاه صحیح و درست اگر باشد، بی نقصان باشد، تمام اعضای ما صحیح و درست و سالم باقی میمونند. برادر عزیز، اگر همه گوشواره که فساد شد، تمام بدن چی میشه؟ سیاه میشود. الا وهی القلب. رسول کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که آگاه باشید که همون گوشواره قلب است. اگر ما سخنهای خوب گپ زنیم، در ذکر باشیم، چی در راه، چی در سری رول ماشین یا هنگامی کاری که میکنیم در کارهای ساختمانی، زبان خود را اگر که آموخته به همین کنیم، دل ما به صلاحیت داده می شود، دل ما آباد می شود، دل ما نقصان پیدا نمی کنه. اگر که غیر این باشد و مثل قرط بازی و ناز کشی و سیگاریت کشی و عرق خوری و سخنای فحشای و این چیزا که شد، البته اون قلب سیاه می شود. قلب که سیاه شد، فقط یک سخن گفته می شود: انا لله و انا الیه راجعون. اون شخص دیگر در حساب اشخاصی مرده است. و همچنین سلامت ماندن قلب ما و شما این به سبب چی هست؟ به سبب پرهیزگاری و به سبب توکل به خدای عزوجل داشتن است. و همچنین به توحید و اخلاص در اعمال بستگی دارد. اعمال ما باید خوب باشه. و فسادی قلب ما، تباهی قلب ما در این نبودنی همین ذکری که در بالا کردیم، یعنی توکل به خدا نداشتن و پرهیز نداشتن است. قلب در بدن برادر عزیز به منزله یک پرنده هست که در درون قفس است، یا که به منزله یک گوهر است که در درون صندوقچه.
یا مالی که در درون خزانه باشه یا که در درون سیف باشه. مسلما ارزش قفس به علت همون پرنده‌ای که در درون اون است، انا ارزش قفس انا از همین عبارت است. برای چی؟ اون قفس چیز از یک آهن عبارت است، جو که از یک قمیشه که قفس می سازید. اون اصلا یک 10 سامانی یا گویم که 100 روبل قدر نداره. همون پرنده‌ای که در درون اون هست همون نرخ قیمت برای خودش میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر این پرنده که در درونش هست. یا میگیریم که ارزش همون صندوقچه به خاطر یک بریلیانتی که در درونش موندگن. بریلیانتو به حد قیمت میستن. مثال میگیریم که $10,000 اگر باشه، اون صندوقچه نرخش چند قای آخی؟ انا میگیریم که 40 سامانی، 50 سامانی، 2000 روبل روسی. اون صندوقچه ارزش قیمتی صندوقچه به خاطر بریلیانتی که در درونش هست. یا گویم که و همچنین اعتباری همون خزانه که همون سیفی که داریم ارزش وای به علت همون مالی که در درون وای هست. در درون همون سیف دلار هست یا یورو هست یا پولی روبل و پولی سامانی هست. ارزش همون سیف به سبب من همون چیز هست. به این خاطر من چی میخوام براتون بگویم برادران عزیز که ارزشی بدن ما به خاطر چی هست؟ به خاطر همون قلبی که در وجود ما هست. وحی القلب، همچنانی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن فرمودن اگر ما اون قلب تباه کردیم، اگر ما اون قلب ارزشش ندانستیم و حتی قلب که سیاه شد، همون نقطه که مرکزی که در وجود ما هست تمام بدن فرا میگیره. این سیاهی تمام بدن که فرا گرفت سیاهی، دیگه ما چی میشویم؟ دیگر ما قدرت پیدا میکنیم برای گناه کردن و برای هر گونه سخنای فحشا گفتن و برای دیگرها رو رنجاندن. دیگه به قول خودمون شیر میشیم. بنابراین برادران عزیز باید این دهه مبارکی که بر ما دارد میگذرد، این روزهای مبارک را باید ما ارزشش را به اوج اعلا باید قدر کرد و دعا کرد به خداوند مهربان که سلامتی دلهای ما را در یاد کردن عظمت خود و آسایش بدنهای من را در شکر نعمت خود و زبانمان را در توصیف عطای خود قرار دهد.